این تعمیرکار از عمد یه صدای بلند برای درست کردن قفل در ایجاد کرد. همین باعث شد گنگستر عصبانی بشه و فوراً به سمت مرد بیاد. مرد چاق که به شدت عصبانی بود میخواست تعمیرکار رو لهش کنه، اما در عوض اون وقتی که نزدیک تعمیرکار شد به سرعت چرخید، چند تا میخو به گنگستر زد و اونو به دیوار میخ کرد. تعمیرکار روی زمین خوابید و همه زیر دستای گنگستر که داشتن به سمت اون میومدن و کشت. تعمیرکار وارد خونه گنگستر میشه و یه پوشه از اطلاعات خودش اونجا میبینه. وقتی کار مرد تموم میشه میره سراغ گنگستر و ازش درباره اینکه چرا دارن در مورد اون اطلاعات جمع میکنن میپرسه، اما گنگستر میگه نمیدونه چرا رئیسش به اطلاعات اون نیاز داره. مرد که میدونست داره دروغ میگه با یه تیر میکشتش. اون یه عکس از گنگستر میگیره و با یه زن تماس میگیره و عکس توپلی رو براش ارسال میکنه. مرد مبلغی رو که قرار بود زن در ازای کشتن توپلی براش بزنه رو دریافت میکنه و مأموریتش انجام میشه. خیلی زود مرد قاتل بازنشسته میشه و رئیس مرد برای اینکه اطلاعات مأموریتاش به بیرون درس پیدا نکنه یه نفر رو میفرسته تا مرد قاتل رو بکشه.